در ورزشگاه آسایشگاه شاهین شهر گلستان فستیوال فوتبال برای کودکان و نورسان تحت عنوان فوتبال به نزد شما میآید آغاز گردید. مورد به ذکر است که سال دهم است که با تشبث لیگ فوتبال کودکان و نورسان فدراسیون فوتبال تاجیکستان فستیوال مذکور در تمام منطقه‌های کشور راه اندازی کرده می شود. هدف برگزار نمودن این چهاربینی عمومی ورزشی اساساً جلب کودکان و نورسان به فوتبال و رشد و عمومیت این نمود ورزشی محبوب در تمام منطقه‌های کشور می باشد. این وادار می‌سازد که چهره‌های نو از مابین کودکان در عرصه ورزشی میهن پیدا گردند و در آینده شأن و شرف وطن عزیزمان را در مسابقه‌های بین‌المللی بالا بردارند. برگزاری این فستیوال که در تمام گوشه کنار جمهوری صورت می‌گیرد امکانیت می‌دهد که تمام کودکان از نواحی دوردست و شهر و ناحیه‌ها به این نمود ورزش مهر بسته تمرین‌ها را اجرا نمایند و در حرکت کنند که در آینده به دستاوردهای نظارت نائل گردند. در فستیوال مذکور بیش از 200 نفر کودکان و نورسان از 7 تا 12 ساله از شهرهای خوجند و گلستان و ناحیه‌های جبار رسولوف، باباجان غفوروف و اشت اشتراک نمودند. با کودکان و نورسان مربیان پرتجربه مشق و تمرین و اصولهای زیبای بازی با توپ را نشان دادند. امروز من بسیار خرسندم که در این فستیوال اشتراک کردم. آینده میخواهم که فوتبالیستی کسب شده در یگان دسته تاجیکستان بازی کنم. من 3 سال میشود که به این نمودی فوتبال مشغولم و این نمود را خیلی دوست می‌دارم. یادآور می‌شویم که فستیوال مذکور طول 2 ماه در تمام محله دهه‌های شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت ادامه می‌یابد و مربیان کودکان و نورسان را به فوتبال جلب می‌نمایند. مربیان فوتبال شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت در نقشه دارند در دایره فستیوال امساله فوتبال به نزد شما می‌آید 15000 نفر کودکان و نورسان را به فوتبال جلب نمایند. با همه اشتراکچیان فستیوال از جمله کودکان و نورسان و مربیان از طرف لیگ فوتبال کودکان و نورسان فدراسیون فوتبال تاجیکستان و شرکت موبیلی تیسل توپ، لوازمات و لباس‌های ورزشی تقدیم کرده شد.